عقب گرفته چیکار کنیم در میاد. دو تا حالت خفن فوق العاده. به این حالت دست میاد اینجا، پرتو پا میاد بالا، حالا پا میره رو پا، فشار. این دستو زاویه نگاه، فشار بدم از مچ، از آرنج کاملا میشکنه. به این حالت دوم رو بگیر. به این حالت اگه دستش اینجا قرار گرفت میتونیم اینو تیغه دستو نگاه کن تو مسابقات اجرا میشه. تیغه دست میذارن رو اینجا، کف دست به این حالت و فشار میدنده. ببخشید یا بالا یا حالت دیگه سالتش کنیم. یا کن اگه دست بالا بود خیلی خفن، اگه دست بالا بود اون دو حالت دست زیر بود. این دست اینجا میره زیر پا و به این حالت. ببخشید با کامنتاتون به ما انرژی بدید. خدا وکیلی لایک کامنت ما رو حمایت کنید. دمتون گرم. مرسی از انرژی مثبتتون.